سقراط فیلسوف یونان قدیم فکر داشت که سازنده انسان خود اوست. نقل میکنند وقتی نزد سقراط مردی را آوردند که او باید درباره این شخص نظر خود را بیان میکرد، سقراط خردمند دور و دراز به این مرد نگاه کرد و بعد فریاد زد: بس از سکوت، سخن بگو تا من بدانم که تو کی هستی. سلام تماشابینان محترم و همسالان عزیز، ما شما رو در برنامه تو برای من عزیزی خیر مقدم میگوییم. یک قدم پیش باش، باادبانه و زیبا سخن بگو. چنین است موضوع امروزه برنامه ما. در حقیقت از روی نطق انسان درباره فرهنگ و رشد ذهنی او خلاصه برآوردن ممکن است. بزرگان گفتند تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. چگونگی خصلت انسان را میتوان از روی سخن و گفتارش معین کرد. فرهنگ نطق یک قسم مهمترین صفات شخصیت انسان است. زبان آینه فرهنگ است که در آن نه تنها عالم واقعی انسان و شرایط واقعی زندگی او، بلکه خودآگاهی، اخلاق، طرز تفکر و عموما حیات او انعکاس می‌یابد. متاسفانه در زمان ما فرهنگ نطق خیلی پست شده است. عنعنه‌ها و معیارهای اخلاقی اتیکی در طول عصرها آفریده شده، شکسته و تحریف شده‌اند. نطق مکتبچه و جوانان امروزه پرخشمانه، تند و تیز و دغل است. دشمنان اشدی زبان بای و زیبای تاجیکی ما امروز کلمه‌های بی‌معنی و بدزبانی می‌باشند. کلمه‌های بی‌معنی که در نطق جوانان و نورسان استفاده می‌شوند، کلمه‌های نالازم و واژه‌های بنام پرکننده‌های فاصله‌ها هنگام سخنگویی می‌باشند. این گونه کلمه‌ها نطق ما را ویران می‌سازند، آن را کم مضمون و بی‌سوادانه می‌گردانند. بدزبانی این نطق است پر از عباره‌ها و واژه‌های قبیح و دشنام و حقارت. در سن نورسی استفاده کلمه‌های قبیح به طور مخصوص شدتناک می‌گردد، زیرا در نظر نورس کلمه‌های قبیح، بدزبانی این نشان دادن مستقلیت، یعنی رمز به بلاغت رسیدن است. یک چند سبب بیان نمودن چنین کلمه‌های قبیح وجود دارد. دانستن و درک نمودن این سبب‌ها برای با ثمر برطرف نمودن آنها کمک می‌رساند. سبب یکم این قصور ذخیره لغوی است. با انسان برای گویا نطق خود را بایتر و فصیح‌تر گردانیدن استفاده بردن کلمه‌های زیادتی لازم می‌شود، ولی استفاده بردن کلمه‌های بی‌معنی نطق را بای نمی‌گرداند، برعکس آن را ویران می‌کنند. سبب دوم این طرز با فاصله گپ زدن خواهش پیدا نمودن اندک وقت است برای فکر کردن پاسخ به سؤال داده شده. بعضن حتی آدمانی نیز که ذخیره بای لغت دارند از این اصول استفاده میبرند. سبب سوم پیدا شدن کلمه‌های نالازم در نطق شاید مد بودن بعضی کلمه‌ها باشد. چون این کلمه‌ها را حتی آدمانی نیز استفاده میبرند که در نطق خود مشکلی نداشتند. کلمه‌های قبیح به طور غیر عادی پهن گردیدند. استفاده چنین کلمه‌ها در نطق از آن شهادت می‌دهد که فرهنگ رفتار این شخص خیلی پست است. امروز هیچ کس از شنیدن نطق بی‌معنی و قبیح در حیرت نمی‌ماند. با زبان قبیح همه آن آدمانی گپ میزنند که درباره به کدام سطح بلند مدنیت تعلق داشتن خود، در کدام کشور تولد یافتن و چگونه شخصیت‌های بزرگ بودن گذشتگان خود اندیشه نمی‌کنند. کوشش نمایید گفتار خود را هنگام صحبت با همسالانتان به تلفنتان ثبت و بعد آن را گوش کنید. شما درباره شخصی که چنین طرز گفتار دارد چی فکر می‌کردید؟ ما به جوانان و نورسان اوید به مسائل به نطق علاقمند یک چند سوال دادیم و پاسخ آنها را یک جای میشنویم. با فکر شما چرا جوانان امروز سخنان قبیح را استفاده میبرند؟ یعنی پاسخ به این سوال چنین است که در اون جوانانی که استفاده میبرند سخنهای قبیح را پیش از همه این در وابسته از همون عائله در کدام عائله آنها به ویا میرسند. شاید این طرز گفتار به آنها عادت شدگی باشد و معقول و خواه است. بین آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. البته در استفاده این کلمه‌های قبیح که جوانان استفاده میبرند ما نیز عیبدار هستیم، زیرا برای کودکان پیدا نمودن محیط صاف و بی‌غبار از ما وابسته است. اگر ما توانیم برای آنها شرایط مساعد فراهم آوریم، آنها نیز این کلمه‌ها را استفاده نمیبرند و ما آنها را میتوانیم برای نیک پیشبری نماییم. سخن
سخنهای قبیل رو با فکر من برای خود نشانتی استفاده میبرن، یعنی در بین جمعیت خودشون رو دیگه خیلی تصور میکنن با فکر خودشون، یعنی به همین خاطر خودشون رو نشان میدن. شما خود کلمه‌های حقارت‌آمیز رو استفاده میبرید؟ راستی وقتی که کوچک بودیم، نورس بودیم، شاید استفاده برده باشه، ولی اکنون با ویا که رسیدیم، صاحب علم و دانش، صاحب فضل و ادب، صاحب جهانبینی وسیع گشتیم، اکنون فهمیدیم که همه اینها خطا بوده است. نه، من کلمه‌های حقارت‌آمیز رو استفاده نمیبرم. من شخصا خودم چنین کلمه رو استفاده نمیبرم، ولی متاسفانه در نطق بعض دختران چنین کلمه رو شنیدن ممکن است. نه، اون من استفاده نمیبرم. برای چی نه؟ چون که باید دارم در خودی استفاده برده بودم، ادب خوب گرفتم از پدر و مادر، یعنی کلمه خوب نیست، یعنی سخنهای خوب نیست. نه، من استفاده نمیبرم، زیرا در عائله ما یگان کس این گونه کلمه ها را استفاده نمیبرد و من نشنیدم. شما چی فکر دارید؟ کلمه‌های حقارت‌آمیز زبان تاجیکی ما رو ویران میکنند یا نه؟ البته کلمه‌های حقارت‌آمیز و یا قبیح با فرهنگ و مدنیت تاجیک تأثیر منفی میرساند و مدنیت انسانی را ویران میسازد. البته یعنی که هر یک سخن‌هایی که قبیح گفته میشود، انا این عادت میشود به دیگران. البته ویران میکنند، چون که این کلمه ها هیچ منفعتی ندارند. استفاده چنین کلمه‌ها به خود انسان چگونه تاثیر میرساند؟ استفاده این گونه کلمه ها به خود انسان هم تاثیر روحی میرساند، هم تاثیر یعنی جسمانی. البته تاثیر منفی خود را میرساند و سبب ویران شدن معاشرت بین انسان ها میگردد. کلمه‌های حقارت‌آمیز و یا دشنام‌های قبیح همیشه به انسان تاثیر منفی میرساند و نه تنها به خود انسان بلکه به اطرافیان نیز همیشه ضرری منفی میرساند. البته این سخن‌ها باعث پس شدن آبرو و اعتبار این شخص در بین جامعه میگردد. استفاده برای چنین سخنان با پایه معنوی انسان تیشه خود را میزند. شما میخواهید در چنین جمعیت زندگی کنید که در اطراف همه حقارت میکنند؟ نه، من نمیخوام در این جامعه زندگی کنم. نه، قبول ندارم. همگان میخواهیم در جمعیت با فرهنگ و با مدنیت زندگی کنیم. البته که این چیز را هیچ کس نمیخواهد، ولی متاسفانه چنین شخص‌ها در جامعه هستند. باوری دارم که هر یک شخص میخواهد که در جامعه زندگی کند که در آن هم عقیده زیبا و هم گفتاری زیبا باشد. با جوانان و نورسان تاجیکستان اوید به این مسئله چی پیشنهادها دارید؟ پیشنهاد من با جوانان چنین است که اول آنها باید رو با کتابخوانی و با کتابخانه ها روند. هر کس به زبان خود سخندان گردد، دانستن صد زبان آسان گردد. و جوانان چنین مصلحت دادنیم که باز هم شیوه گفتار خودمان را چکورتر و عمیق‌تر آموزند. با نورسان و جوانان تاجیکستان گفتنی هستیم که از چنین کلمه‌های حقارت‌آمیز و قبیح خودداری نمایید و با آموختن علم و دانش، کسب و هنر مشغول شده، با سخن‌های خوب و با فرهنگ باز هم جامعه ما را گلگل شکفان نمایید. با دختران میخواهم مراجعت نمایم که به نطق خود اعتبار دارد، چون که هر یکی ما در آینده مادر بشویم و پیشروی و تربیه نسل آینده از ما وابسته دارد. با تمام جوانان و تمام نورسان گفتنیم که با زبان چنین کلمه ها را نآورند، وقتی خود را با کارهای خیر، کارهای که یک فایده دارند با کتابخوانی، با علم آموزی صرف کنند که فردا جامعه امون رو، فردا تاجیکستان رو نامبردار باشند، با ورزش مشغول شوند، با کتابخوانی، با المپیادها آماده شوند، با پرچم تاجیکستان رو در عرصه جمهوری و در عرصه جهانی پرچم رو بردارند و نامبردار پدر و مادر و خلق و ملت باشند. ما پاسخ آنها رو شنیدیم و در حقیقت همین طور است. سخنان بی‌معنی رو اساساً نورسان و جوانان استفاده میبرند که چنان که عرض کردیم میخواهند مستقلیت خود را نشان دهند، در میان همسالان خودنمایی کنند، ولی شماره کمی آنها پی میبرند که بدزبانی مانند دغلی اسلحه آدمان است که به خود اعتماد ندارند. شعار ما این است: ای دوست که از بدزبانی به قلب و ذهن خود زیان رسانی. امروز هر نفر میتواند فکر خود را آزاد بیان کند. چیزی از همه اساسی آن است که نطق تو باید برای جمعیت با مدنیت
боз саводона ва фаҳмо бошад. нутқ нишондиҳандаи рушди зеҳн аст ки дар хусуси он ҳикмати халқӣ мегӯяд зеҳн чӣ гунае ки бошад нутқ ҳамон гуна аст. равоншиносон тасдиқ мекунанд ки барои бо алфози қабеҳ мубориза бурдан 5 қоида кофист. дуруст сухан гуфтан мехоҳӣ? пас дар хотир нигаҳ дор. худ дигар ҳақорат накунед. аз бадзабонӣ нафрат намоед. аз одамоне ки алфози қабеҳро истифода мебаранд дурӣ ҷӯед. адабиёти классикии тоҷикро бештар мутолиа намоед. шеъру рубоиёт ва суханони ҳикматнокро дар хотир нигоҳ доред. на барои худнамоӣ балки барои фикри худро зебо баён кардан сухан гӯед. хоҳӣ ки набинӣ дард дар ҷисму тани хеш, алфози бад дур бисоз аз забони хеш. гар бихоҳӣ лаҳну нутқи бофасоҳат, забони хеш нигаҳ дор аз ҳақорат. бихоҳӣ дар зиндагӣ бошӣ муваффақ, бо забони бад набояд кард рафоқат. дар ин ҷо барномаи имрӯзаи ту барои ман азизӣ ба итмом мерасад ва мо ба хонадони ҳар яки шумо кулли хушиҳои зиндагиро таманно дорем. ба канали мо бипайвандед ва фикри худро оиди ин мавзӯъ ҳатман баён кунед. хайр то охирии оянда.